در اول کار سوال خیلی از شما اینه که چرا پیکسل ورس به من توکن نداده. که علتش اینه که پیکسل ورس اول اومد و گفتش که به لول پتتون و یه سری آیتما مثل تعداد بازی‌هاتون میدم، اما متاسفانه زد زیر قولش و تنها به لول داد. به لول چی؟ به لول بازی، که 2 هفته قبل از عرضه شدن و توکن دهی اومد که این بخش رو اضافه کرد. موقع توکن دهی من لولم حدود 7 بود و الان هم منتظرم که آپدیت بشه روی 11. و دوستان یه نکته‌ای که هست توجه بکنید اینه که اگه شما توکن گرفتین حتما داخل این ویدیو با من باشید، چون که توکن فقط 3 روز دیگه میمونه و داره میسوزه و بعد از این 3 روز فقط توکنتون صرف استخر میشه و از دست شما میره و دیگه نمیتونید پولشو دریافت کنید. خیلی خوب، بریم سراغش. داخل گام اول ما بدون والت یا کیف پول نیاز داریم که اتریوم رو پشتیبانی بکنه، مثل متاماسک و اوکی اکسچنج که واسه کاربرای ایرانی فعالن و محیط کاربریشون خیلی ساده و روونه. که نظر شخصیتونه که کدوم رو انتخاب بکنید، ولی انتخاب من اوکی اکسچنجه. خیلی خوب، اول از پلی استور یا اپ استور میریزیم و الان واردش میشیم تا بهتون بگم چطوری باید به والت و داشبورد وصل کنید. نحوه وصل کردن و راه اندازی هر دو تا والت کاملا مثل همدیگه است. وقتی واردشون میشیم بدون رمز 8 رقمی انتخاب میکنیم و کلمات ریکاوری رو مشاهده میکنیم. حتما این کلمات رو یه جایی بنویسید، چون که در آینده به دردتون میخوره و اگه به هر نحوی برنامه از روی گوشیتون پاک بشه داراییتون رو بهتون برمیگردونه. وقتی ما تمام کارا رو انجام دادیم وارد فضای اصلی والت میشیم. اینجا میبینیم که وارد والت شدیم و تمام گزینه‌ها برامون فعاله. وارد والت میشیم، سرچ رو میزنیم و دکمه USDT رو انتخاب میکنیم. وقتی انتخاب کردیم روی گزینه رسیو یا دریافت کلیک میکنیم و با این دکمه دریافت میکنیم کدمون رو و کپی میشه داخل کیبوردمون. دوباره وارد ربات میشیم و داخل اون قسمت این لینک رو کپی میکنیم. متاماسک هم هست، دقیقاً هم همین کار رو انجام میدیم، واسه هر والت هیچ فرقی نداره و میدیت رو میزنیم. رفقا با همین راحتی وصل میشه. الان باید بریم داخل داشبورد وصل بکنیم. روی گزینه پروفایل کلیک میکنیم و روی گزینه داشبورد کلیک میکنیم و وارد سایت رسمی داشبورد پیکسل ورس میشیم. وقتی وارد سایت داشبورد میشیم وای میسیم تا بیاد بالا. اینجا باید یه دونه رمز و ایمیل وارد بکنید، ولی چون که شما ندارین باید یه دونه بسازید که خیلی راحته. حواستون باشه رمز و جیمیل واقعی باشه، یعنی که جیمیل فیک نباشه، چون که براش کد میاد و جیمیل اصلی رو بزنید که یه وقت گمش نکنید. وقتی وارد شدین یه دونه اکانت داخلش میسازین و لوگین میکنید. ببینیم که الان داخل صفحه اصلی داشبوردم. از فلش رو به پایین بالا دکمه والت رو انتخاب میکنیم. والت خالی، نه تون والت خالی. و روی گزینه کانکت والت کلیک میکنیم. میبینیم که تمام والت ها رو داره و هر والتی که شما دانلود کردین وصل میکنید. من اوکی اکسچنج رو انتخاب میکنم. وارد برنامهش میشیم و وارد مرورگر اون والت میشیم که داخل هر دو تا والت مشترکه. وقتی وارد شدیم دوباره روی همون فلش کلیک میکنیم و اینجا دکمه والت رو میزنیم و دقیقاً همون کارهای قبلی رو انجام میدیم. مال من اینجا وصل شده، میبینید که وصله. اگرم خواستید مطمئن بشید میبینید که یه سری حروف اینجا نوشته، مثلا OX 2025 و به همین راحتی. حواستون باشه ربات تلگرام و داشبورد هر دوتا به یه والت وصل باشه. خیلی خوب، وارد ربات تلگرام میشیم و بعدش رو این گزینه کلیک میکنیم. کلیم رو میزنیم و میبینیم که چند روز دیگه قرار به همون یه NFT بده، 3 روز دیگه. ولی ما فعلا برامون این مهم نیست. وقتی اومد براتون کامل آموزشا رو قرار میدم داخل کانال. میزنیم روی نکست استپ، قدم بعدی. ببینیم که اینجا به من توکن داده. اگه به شما هم توکن داده اینجا کلیم رو میزنیم. مال من زره کلیم، یعنی که گرفته شده. ولی اگه شما نگرفتین حتما روی کلیم میزنین. یه صفحه براتون بالا میاد و یه دونه کادر خالی. داخل اون کادر باید کپی پیست بکنید چیو؟ همون لینکی که داخل داشبورد قرار دادیم، یعنی همون لینکی که داخل بخش رسیو USDT کپیش کردیم و گزینه کلیم رو میزنیم و در جا میره براتون داخل داشبورد. اما بچه‌ها نوشتهش اینه که میره اونجا و استیک میشه. استیک یعنی که میمونه و چند ماه بعد آزاد میشه. خیلی خوب، بریم داخل داشبورد ببینیم چی شده. خیلی خوب، وقتی میایم داخل داشبورد روی گزینه 3 نقطه سمت چپ کلیک میکنیم و بعد میزنیم روی گزینه استیکینگ تا مطمئن بشیم توکنامون رو دریافت کردیم. اینجا والت رو انتخاب میکنیم که من اوکی اکسچنج رو انتخاب میکنم. وارد مرورگر اوکی اکسچنج میشیم و اینجا میبینیم که کانکت تو اتریوم نتورک و تمام. میبینیم که سکه‌مون استیک شده. 230 تا سکه کاملا اینجا استیکه و تا 11 روز دیگه آن استیک میشن. دوستان فقط نکته‌ای که هست حواستون باشه به هیچ وجه سکه ها رو آن استیک نکنید.
چون که فقط 1/10 میتونید برداشت بکنید. یعنی از 230 تا من فقط میتونم 23 تاشو برداشت بکنم که این قیمتش حدود مثلا هر یه دونهش میشه 3000 تومان. باید ببینیم که NFT چه میده به ما، کجا میتونیم استفاده بکنیم و قیمت سکه ها چطوری میشه و تازه این تنها 10% از سکه هایی که ما گرفتیم. پس منتظر باشید، تمام اخبار براتون قرار میدم و میتونید اونا رو از همین چنل دنبال بکنید. اگه این ویدیو براتون مفید بود حتما لایک بکن و سوالاتتون داخل بخش کامنت ازم بپرسید، مطمئن باشید همه رو جواب میدم. ممنون که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.